شوکه کننده. بهتون میگم چرا. دنیای سینما همیشه داستانهای تاریک و پیچیده رو روایت کرد. این سه فیلم هم قرار داستان پیچیده، فساد و تاریکی رو در دستگاه نظامی دولت و پلیس روایت کنه. فیلم هایی که اعتماد رو از مخاطب میگیره و دارای پایان شوکه کننده است. سه فیلم LA Confidential، محرمانه لس آنجلس، The Departed، رفتگان، Training Day و روز تعلیم. LA Confidential، محرمانه لس آنجلس. سال ساخت 1997، کارگردانی کورتیس هنسن، ژانر جنایی، مدت زمان 2 ساعت و 18 دقیقه، رتبه 8.2 از 10 در IMDb و 99% در روتن تومیتو و نظر منتقدان در مورد فیلم فریبنده، زیبا، طعنه‌آمیز و پیچیده و یکی از بهترین فیلم‌های سال. لس آنجلس، شهری پر از فساد و زیبایی زهرآلود. روایتی از سال 1953 لس آنجلس. مردم هالیوود می‌بینند چگونه این شهر در لایه‌های از زیبایی و براقیت غرقه، ولی فسادی که پشتش بیداد میکنه رو نمی‌بینن. این فیلم دارای بازیگرانی مثل گای پیرس، پلیس تازه کار که علاقه شدیدی به کارآگاه شدن داره، ولی روحیه لطیفی داره که ممکنه براش مشکل به وجود بیاره. اون پدرشو که پلیس بوده از دست داده و میخواد مثل پدرش یک فرد به درد بخور بشه. کوین اسپیسی خوشتیپ که یک کارآگاهیه که بیشتر برای تلویزیون کار میکنه تا دستگاه پلیس. معروف ولی فاسد و خودنما. راسل کرو، یک غول بیشاخ و دم با روحیه خشن اما دور از فساد که بالاخونه را اجاره داده. همه اونو یک احمق لات در نظر میگیرن که فقط مشتاش برای بازجویی مناسب. و گره خوردن این سه شخصیت به خاطر معمای جنایی که شما شاهد فساد و تاریکی در لایه‌های از جامعه است. The Departed، سال ساخت 2006، کارگردان اسکورسیزی، ژانر جنایی، مدت زمان 2 ساعت و 31، رتبه 8.5 از 10 در IMDb، رتبه 91% در روتن تومیتو. جوایز 4 جایزه اسکار: بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه اقتباسی و نامزد بهترین نقش مکمل مرد برای مارک والبرگ. The Departed، روایتی از بوستون، شهری که مافیا و پلیس در هم آمیخته شد. جک نیکلسون خفن در نقش رئیس مافیا، مت دیمون پلیس فاسد و موش خبرچین، لئوناردو دیکاپریو مأمور مخفی در باند مافیا. شما در ابتدای فیلم متوجه میشید که رئیس مافیا، خبرچین و مأمور مخفی چه کسانی هستند، ولی اتفاقات و چالش‌های این فیلم شما را به پای صندلی میخکوب می‌کنه. در این فیلم مرز خوب و بد به چالش کشیده شده و شما با تمام نقش‌ها همدردی می‌کنید و شرایطشون رو می‌بینید. این فیلم جزو بهترین فیلم‌های جناییه که از روی یک فیلم کره‌ای الهام گرفته شده به نام امور دوزخی. Training Day، سال ساخت 2001، کارگردان آنتوان فوکوا، ژانر جنایی، مدت زمان 2 ساعت، رتبه در IMDb 7.8، 74% در روتن تومیتو، برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد
توسط دنزل واشنگتن در سال 2001. و در نهایت روز تعلیم. روایتی از LA، شهری که درست و غلط معنای جدیدی پیدا میکنه. هنرنمایی بی‌نظیر دنزل واشنگتن در نقش آلانزو و ایتان هاوک در نقش جیک هویت که اولین روزی هست تا از یک پلیس ساده تبدیل به کارآگاه بشه و تصمیم بگیره و آموزش میده. شما ذره ذره جلو میرید و تغییر رفتار شخصیت ها رو میبینید و در نهایت شوکه میشید از پایان. شما شاهد فسادی میشید که قانون خیابون حکم فرما میشه و اون قانون اینه: هیچ چیز مجانی به دست نمیاد. شما قراره جمله خفن دنزل واشنگتن رو از زبونش بشنوید. جمله King Kong ain't got shit on me.